میده و شطرنج باز خوبیه. ما از پشت پرده ها میگیم و با کسی تعارف نداریم. مردم تنها خط قرمز ماست. افزایش سواد رسانی مردم تنها هدف ماست. پشت پرده. سلام، من امین فردین. خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصدیم راجع به پشت پرده های زلزله ها، آیا این زلزله ها یا این حادثه های طبیعی که در ایران اتفاق میفته کار سپاه، کار نهادهای امنیتی یا کار ساقی های خوب بعضی از افراد هستش که اخبار رو به سری از این رسانه ها میدن. همیشه بعد از هر حادثه طبیعی که در ایران اتفاق میفته دو اظهار نظر مختلف صورت میگیره که فکر میکنم هر دوتاش هم دیگه تا الان مردم فهمیده باشن، اما ما یه بار دیگه توضیح میدیم. قشر اول کسایی هستن که میگن که این حادثه‌های طبیعی به خاطر گناهان مردمان اون منطقه هستن که عملاً توهین میکنن به مردمان اون منطقه و به باورهای اون منطقه و میگن آره مثلا تو اون منطقه کفر رو نمیدونم تو اون منطقه گناه زیاد بوده، به خاطر همین سیل و زلزله میاد. که اگر اینطوری باشه در لاس وگاس و اروپا و سایر مناطق دنیا که دیگه باید هر روز بندری بزنن مردم دیگه، انقدر به قول باورهای شما دارن گناه میکنن. این میشه قشر اول و تفکرات اول که کلا دیگه تکلیفشون مشخصه. قشر دوم خیلی بالاتر از قشر اولن. مثلا دیروز ساعت 23 دقیقه شب، مثلا 8 و 3 دقیقه شب زلزله اومد توی منطقه گیلان غرب در استان کرمانشاه. 8 و 3 دقیقه 8 و 4 دقیقه خبرگزاری هایی که در خارج از کشور هستن اعلام کردن کار سپاهه. یعنی از مراکز بین المللی تشخیص زلزله اینها سریعتر عمل کردن. یعنی گفتن که کار سپاهه، ما میدونیم، مثلا کلا بستنش تمام شد رفت. سپاه این کارا رو میکنه که موج اعتراضات رو بخوابونه. من موندم، یعنی سوال الان دارم از این افراد که ما اگر همچین تکنیک هایی رو در اختیار داریم که میتونیم سیل و زلزله ایجاد بکنیم، حالا سیل که بحثش جداست، زلزله ایجاد بکنیم، چرا یه زلزله مثلا تو اسرائیل ایجاد نمی‌کنیم؟ مثلا یه زلزله تو منطقه داعش نشین ایجاد نمی‌کنیم؟ یا مثلا 4-5 نفر آدم برداریم تکنیک دیگه برداریم ببریم توی امریکا اونجا تکنیک زلزله رو ایجاد بکنیم. اینجا که میاد سوالات صورت میگیره، جواب یه چیزه: امین فردین تو مزدوری، خب تو داری از اینا خط میگیری، نمیذاری ما افشاگری بکنیم. خب این داستانا همیشه تا بوده هست. یعنی به محض اینکه هر اتفاقی میفته، تو ایران دیدید دیگه، نوک پیکانو میزنه سمت امریکا. یعنی بمب گذاشتن ساعت 9 شب، 9 و 10 ثانیه اعلام میکنن کار امریکاست. اینا که این برای من خیلی جالبن. زلزله که میشه مثلا 9 شب، 9 و 10 ثانیه اعلام میکنن کار سپاهه. مردم هم این وسط هاج و واج میمونن که خبر درست چی هستش. اما از همه اینا که بگذریم، بعد بدونیم که توی طول این 24 ساعت گذشته که زلزله اومد چه اقداماتی صورت گرفت. یعنی مطمئن باشید در طول 24 ساعت آینده موجی از انتشار شماره حساب ها از طریق سلبریتی ها اعلام خواهد شد، برای اینکه به حال خرج خرج ساخت و سازهای مناطق زلزله زده انجام بشه. یعنی منتظر همچین چیزی باشید. اما تمام این اتفاقات منو یاد یک داستان جالب انداخت، شاید خیلی از شما شنیدید. یه بار یک زلزله اومد توی یک منطقه روستایی و فرماندار بدو همراه با 20 تا دوربین رفت اونجا، گفت چی شده، مشکلتون چیه؟ و اونا هم گفتن که ما 2 تا مشکل داریم. مشکل اولی این که آبمون قطعه. فرماندارم تلفن رو برداشت زنگ زد که آقا آب اینا رو وصل کنید، 20 تا آدم بفرستید اینجا با تجهیزات کامل آب اینجا رو وصل بکنن. گفت مشکل دومتون چیه؟ گفت ما اینجا 20 سال موبایلمون آنتن نمیده، کلا آنتن موبایل اینجا نداریم. شده داستان اینا خونده. یه 10 تا آمبولانس برامون بفرستن. دارین؟ خب اگر هست 20 تا برامون بفرستن. 20 تا بفرستن از کنم با، یعنی انگار زنگ زده پیتزایی میخواد پیتزا دلیوری کنه. میگه داداش یه 20 تا با 10 تا 20 تا مثلا با مثلا نوشابه و اینا مثلا با پزشک اضاف بفرست. مثلا انگار پیتزاییه. بابا شما امام جمعه چه به این کارا؟ حالا دمت هم گرم اومدی تو منطقه آستین بالا بزن برو مجروحین رو نجات بده. چی دوربین 4 تا گرفتی جلو دوربین خودنمایی بکنی؟ حالا یه تیکم بگذاریم توی موبایل تو فاصله میدی LCDش خاموشه. اون کاری نداریم. بهتر بری صحبت آقای محمود رضا مرادی
رئیس دانشکده علوم پزشکی استان کرمانشاه که مسئولیت حالا به هر حال قضیه آمبولانس ها هر چیزی که به این مسائل ربط داره رو داره مصاحبه کرده تو خبرگزاری اسنا، گفته ما 44 تا بیشتر آمبولانس تو منطقه نداریم. بعد تو میگی داداش 20 تاشو برای من بفرست. عجب. مردم هم گوش میدن اوه چه مثلا امام جمعه باحالی، چه مسئولین باحالی، دمشون گرم پای کارن. وقتی ما تحقیق میکنیم پشت پرده در میبینیم اوه اینا اصلا داستانش این چیزی است. بریم ادامه صحبتشو بشنویم. دکتر اینا تجهیزات اینا الان بیمارستان ارسونم خدمتش کمی تجهیزات لازم داره. آره من منتظرم امیر، سپاسگزار حضرت عالی ام. خیر ببینی امیر حیدری، تشکر میکنم. خداحافظ شما. خداحافظ شما. خداحافظ. قصر شیرین بیمارستان ابوالفضل، یه بیمارستان داره تو قصر جدید داره. توجه کردید از پشت دوربین داره آدرس بیمارستان یه شهر کوچولو رو میده، یعنی امام جمعه شما یه شهر باشی بعد آمار و آدرس بیمارستان رو نداشته باشی، میگه فلان جا. آره دست شما در نکنه، منتظرم امیر، سپاسگزارم. خداحافظ شما. خداحافظ شما. آقا بفرمایید چه تدابیری اندیشیدید بعد از زلزله برای انشالله به امید خدا سعی داریم آمبولانس بیاد برای اعزام اینا. صحبت کردیم با امیر حیدری، بحث عرض کنم امکانات پزشکی، بحث ورود دکترهایی که بیان، دوستانی هم در بیمارستان هستن. من نمیدونم اینقدر مسئولین که پیگیرن و اینقدر مسئولین همه جا دوربین به دست و موبایل به دست و 6 7 آدم دور اطرافشونن، چرا کاری از پیش نمیره و تمام انتقال مصدومین از طریق خود مردم انجام میشه و تا آماری که تا این لحظه به دست من رسیده 634 نفر متاسفانه در اثر زلزله مصدوم شدن، ولی آماری از فوتی‌ها تا این لحظه بیرون نیامده. اما تصاویری که خبرگزاری هایی که دولتی هستن و حالا توی رسانه های معتبر داخل ایران کار میکنن، تصاویر رو که بیرون نمیدن، عموما تصاویری که میاد بیرون به دست مردم هستش و مردم خودشون دارن گزارش میدن که توی ساعات و دقایق اولیه فقط مردم داشتن کار امداد رسانی رو انجام میدادن و عملا مسئولین فقط کلاسش رو جلوی دوربین میگیرن با اون موبایلایی که دستشون. بریم گزارش مردمی ببینیم. بلافاصله بعد از اون هم یه تصاویر از آمبولانس هایی که در منطقه ترمز کردن یه جا وایسادن، اصلا کسی کار امداد رسانی رو انجام نمیده رو تصویرش به دستمون رسیده، اونم ببینید، جالبه. جالبه 4 آذر 97 آمبولانس های بیمارستان اینجا وایستادن، همه تو پارکینگن برای خودشون، بعد مردم دارن با ماشینه خودشون دارن مریضا رو میارن. خب این گزارش هایی هستش که خود مردم به ما میدن، ولی عملا صدا و سیما و رسانه هایی که در اختیار دستگاه حکومتی و امنیتی داخل ایران هستن عملا سکوت میکنن. ولی جالب اینجاست که این اتفاقات میفته، یهو سر و کله آقای استاندار پیدا میشه در یکی از این بیمارستان ها، باز همچنان مثل همون پرستیژ همیشگی و یک خط موبایل. اونم ببینیم جالب حرفاش. پرتماجور شما باید اینه اعزام میکردید دیشب پزشکاتون رو. حالا بندگان خدا یا باید چرا ما همین الان خودم بیمارستانم دیگه، الان شدیداً به ارتوپد نیاز دارن ندارن اینجا. آی دکتر شما تحت هر شرایطی هست بیمارستان دکترای متخصص رو الان اعزام کنید بیان اینجا، حداقل 4 دکتر متخصص اینجا باشه، بعد اگه ضرورت داشت که اعزامشون میکنن، ضرورت نداشت اینجا کار درمانشون انجام میدن. عموما وقتی این فرماندارا و استاندارا دوربین میبینن جوگیر میشن و یه سری حقایق رو میگن دیگه، چون تو جوون و یادشون میره که بعد چه خط قرمزایی رو رعایت بکنن. بعد اینجا میاد میگه که توی این فایل تصویری که دیدیم میگه که آره چرا پزشک نفرستید، چرا نبودید، چرا مستقر نبودید، و خلاصه متوجه میشیم که ماشاءالله دور هم پکیجشون کامله دیگه. اما وقتی آقای کلیوند میره با شبکه خبر مصاحبه میکنه میگه آره همه اکیپای امدادی وجود دارن، همه دارن خدمت رسانی میکنن، همه سرویس ها هستن، همه چیز عالیه، ما خوشحالیم. یعنی ببینید مصاحبهشون، آدم نمیدونه حرف استاندار رو
باور بکنه که اونجوری میاد جلوی دوربین، یا آقای کلیوندی که میره با شبکه خبر مصاحبه میکنه؟ دارم خدمت شما و همه هموطنان عزیز. متشکرم. آخرین اخبار رو در حوزه امداد اورژانس هم از زبان جناب عالی بشنویم آقای دکتر. جناب خسروی، همونجور که خدمتتون عرض کردم تمام مراجعینی که به مراکز درمانی ما در شهرهای سرپل ذهاب، قصر شیرین، گیلان غرب و حتی اسلام آباد مراجعه کردن، تا الان کلاً 15 نفر بستری شدن و یا که تعدادی ازشون از این بستری اعزام شدن به کرمانشاه. بیشتر مراجعین ما سرپایی بودن و ناشی از آوار یا حادثه زلزله نبوده. خوشبختانه شرایط بهداشت درمان کاملا تحت کنترل هست. آقای دکتر مرادی و همکاران دانشگاه علوم پزشکی کاملا مسلط هستند به اوضاع. هر کدام از معاونین محترم دانشگاه علوم پزشکی در یکی از شهرها مستقر هستند. به تعداد مورد نیاز هم آمبولانس و اتوبوس آمبولانس هم به محل‌های مورد نظر اعزام شده و در کنار مردم عزیزمون خواهیم بود. بسیار خیلی متشکرم. به شما همکارتون خدا قوت میگم. خب کلام آخر این که لطفاً هوش هیجانی خودتون رو در شرایط بحرانی همیشه به کار بندازید و سعی نکنید که هر خبری رو وقتی توی یک شرایط بحرانی یا در مورد یک حادثه بحرانی میشنوید در همون ابتدا بلافاصله شیر کنید و به اشتراک بذارید و سعی کنید که با تحقیق و با طمأنینه بیشتر اخبار رو تحقیق کنید و بشنوید و از آدم‌ها و از رسانه‌ها بت نسازید و سعی کنید که با عقل و منطق و خرد خودتون اخبار رو قبول بکنید، نه اینکه یک شخصی رو بت و اسطوره بکنید و هر چیزی که اون شخص گفت شما باور بکنید. نشه قضیه اون آمد نیوز یا اون جفنگ نیوز و روح‌الله زمی که میگفت آره نمیدونم تکنیک هارپ بوده و چنین بوده و چنان بوده در اون سالها، یا قضیه سید محمد حسینی که پارسال میگه اصلا خامنه‌ای فوت کرد و بدلش الان هست و ما یک بودجه گرفتیم و یعنی صحبت‌های یه سری از این افرادی که تو آرشیو هستن رو برید بیارید و بشنوید توی شرایط بحرانی که بوده. یه 6-7 ماه بعدش گندش بالا میاد که آره اون خبرها راست بوده یا دروغ بوده. مرسی که تا این لحظه با ما بوده. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید. ویدیو رو اگر از این حرفای آدما خوشتون نمیاد لایک کنید که بالا بره، نه اینکه دیسلایک لایک بکنید. همه میتونن ویدیو رو ببینن و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید.